درس پنجم است بسم الله الرحمن الرحیم که تعریف اسلام و حالات آن. و چون از روی کتاب درس میتم، در کتاب همین قسم کتاب درسی هست، درس است، خدمتتان بیان میکنم. اینال در اینجا در درس پنجم تعریف اسلام و حالات آن. حال ما و شما تعریف اسلام میگیم که اول اینا اسلام باید بشناسیم. اسلام در لغت به معنای چی است؟ به معنای استسلام، انقیاد، تسلیمی، صلح و آشتی. یعنی در لغت به کل از اینا چی میه؟ اسلام بر کل از در لغت استعمال میشه. اما در اصطلاح اسلام که هست دو حالت داره. خوب متوجه باشین. اسلام در اصطلاح دو حالت داره. حالت اولی است که وقتی که اسلام استعمال اسلام به تنهایی، یعنی تنها اسلام ذکر میشه. خب یک حالت اولش است. حالت دومیش است که اسلام و ایمان یک جای ذکر میشن. اینال اگر اسلام تنها ذکر شود چی معنا میته؟ و اگر اسلام و ایمان با هم یک جای ذکر شود، یعنی اسلام به همراه ایمان ذکر شود، اردویش باز معنایش فرق میکنه در اصطلاح. حالت اول که اسلام به تنهایی استعمال میشه بدون ذکر ایمان، اینجا در تعریف از علما میگن که فهو حینئذ یراد به الدین كله اصوله و فروعه من اعتقاداته و اقواله و افعاله. میگه این کلش فهو حینئذ، میگه اینجا اراده کل دین میشه. وقتی که اسلام به تنهایی اسلام استعمال شد، مثلا یک نفر میگه من الحمدلله اسلام قبول دارم، من الحمدلله مسلمان هستم، این گپش اینجا میگه چی معنا میته؟ معنا میته که کل دین شامل میشه. وقتی که من میگم من اسلام قبول دارم، یعنی دین قبول دارم، کلش، اصولش و فروعش از اعتقادات و افعال و اعمال کلش قبول دارم. دلیلتان میگه در راستای چی هست که اگر تنها استعمال شود اسلام شامل کل ازی میشه؟ میگیم که دلیل ما در اینجا آیت قرآن هست. ان الدین عند الله الاسلام. دین به نزد الله اسلام است. یعنی اینجا دین اسلام گفته شده. پس دین و اسلام یک جا اینجا ذکر شد که دین به نزد الله چی است؟ اسلام است. که در اینجا منظور چی است؟ اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات. این چهار چیز کلش شامل میشه که اگر باز تقسیم بندی بکنیم تقریبا 12 نظام میشه که نظام در معاملات نظام اقتصادی هست و نظام سیاسی هست و نظام مالی هست و نظام قضایی هست و نظام جهادی هست و نظام دعوتی هست. اینا کلش شامل چی میشن؟ شامل اسلام میشه. پس این شد دلیل اول. دوم، در دیگه آیت شریف که اسلام تنها استعمال شده و شامل کلزی میشه، در سوره آل عمران آیت 85 بود. او قبلیش که ان الدین عند الله الاسلام، او هم در آل عمران آیت 19 بود، لکن این در آل عمران آیت 85 است. الله متعال میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی که بغیر از اسلام دین طلب بکنه از او قبول نمیشه. یعنی بعد از اینکه قرآن نازل شد، مثلا اعتقادات کسایی که میگفتن ما پیرو موسی علیه السلام هستیم، تورات قبول داریم و انجیل قبول داریم، پیروان عیسی علیه السلام هستیم، حالا که اسلام نازل شد، قرآن نازل شد، دیگه به غیر از این دیگه یهودیت و نصرانیت اگر کس باشه قبول نمیشه. و من یبتغی غیر الاسلام، اینجا اسلام تنها ذکر شده، منظورش چی است؟ تمام اعتقادات و عبادات و اخلاقیات و معاملات. چهار چیز: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات و معاملات. پس کل از این داخل هستند. دیگه دلیلش آیت قرآن هست در سوره بقره آیت 208 است که الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مردم در اسلام مکمل داخل شوین. یعنی بعضی کسا هست که مثلا متاسفانه در اسلام مثلا اعتقادات که گرفت، یا کمی عقیدهش خوب شد، باز اخلاقیات فراموشش میشه. یک کسی دیگر ببینه که اخلاقش بسیار خوب است، در عقیده بسیار ضعیف است. یک کسی را ببینه که در دوش مشکل داره. بعضی کسا مثلا باز در ایمان و در اخلاق خوب هستند، در معاملات بسیار مشکلات دارن.
اینه بعضی کسا باز یا عرصهش خوب است باز مشکلش در چی هستن؟ در عبادات سستی میکنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان در اسلام کافه یعنی مکمل داخل شوین، اعتقادا و عبادتا و اخلاقا و معاملات. این در این کل حالات باید انسان داخل شد. پس در اینجا چون اسلام تنها ذکر شده در آیت قرآن، اینجا کلش به معنای چی شد؟ آمد. حالت دومش چطور است؟ حالت دوم است که اسلام، استعمال اسلام به امرای ایمان. اگر اسلام و ایمان هر دوش یک جای ذکر شدن، در این صورت چی میگن علما؟ علما میگن یراد به الاعمال والاقوال الظاهره. پس اینجا میگه اگر ایمان و اسلام یک جای ذکر شد، ایمان بخش تیوریک دین، ایمانیات میره، اعتقادات میره، و اسلام باز در اینجا چی میره؟ اعمال و اقوال ظاهری باز این بخش پرکتیکش میره. پس بخش تیوریک، بخش پرکتیک. بخش تیوریک یعنی فکری و ایمانی، و بخش چی؟ پرکتیک عملی و تطبیقیش، ای باز اسلام میشه. و بخش چیزش اینه. اینجا از این خاطر میگه خب مثلا در آیت قرآن اینجا آمد، سعی کن اینجا در این آیت ایمان و اسلام اردوش ذکر شده. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اینجا ببین اینجا ایمان برای چی استعمال شد؟ ایمان بر از این مسائل آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت ایمان شد. این اعراب وقتی گفتن ما ایمان آوردیم، ولكن قولوا اصلا برشان بگو شما ایمان نآوردید، آمنت بالله را صحیح قبول ندارین، آمنت بالله و ملائکته و کتبه را صحیح قبول ندارین و رسوله. این چه؟ ولكن قولوا اصلا بگو تسلیم شدیم یعنی مثلا ظاهرا اسلام آوردیم و نماز میخوانیم. لکن پس اینجا اینا اعراب چی میکردن؟ همون چیزهای عملی دین میکردن، لکن قلبهایشان نفاق وجود داشت. الله متعال برشان گفت که برشان بگو شما ایمان نآوردین. ببین شما اینجا پس ایمان و اسلام چی شد؟ فرق شد. امام بخاری رحمه الله در حدیث میگه که عن سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطى رهطا و سعد جالس. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یک گروه یک چیز از اموالی که یا زکات بود یا از غنیمت بود برای اونا داد، و سعد جالس، میگه سعد رضی الله تعالی عنه نشسته بود. فترک رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا هو اعجبهم الیه. سعد بن ابی وقاص میگه و می کسایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این اموال صدقه داد، میگه ما یک کسی را ترک کرد، او رسول الله صلی الله علیه و سلم برش نداد از این مال، در حالی که او مرا بسیار خوش می آمد و بسیار مثلا ما به ایمانداری و عقیده از او بسیار باور داشتم. فقلت یا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اینی لاراه مؤمنا. میگه من برش گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا برای از اون شخص مثلا شما ندادین، در حالی که والله ما او را میبینم که یک مؤمن بسیار خوب است. فقال او مسلما، یعنی میگه رسول الله صلی گفت که شاید اسلامش یعنی خوب مسلمان باشه، یعنی ظاهرش شما دیدین، شما از ایمانش چه قسم میگین. پس اینجا سعی کنین وقتی که اینجا مسلم و مؤمن یک جای ذکر شد، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از این میگه، یعنی برای از این صحابی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگه که شما اینجا بگوین که فإنی لاراه مسلما، مسلم بگوین، یعنی بخش ظاهریش شما دیدین، از قلبش خبر ندارین. میگه فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منه فعدت لمقالتی. میگه من چند دقیقه صبر کردم، باز اما چیزی که من از درباره شخص معلومات داشتم سر ما غلبه کرد، باز برش دوباره تکرار کردم. فقلت ما لك عن فلان فوالله اینی لا اراه مؤمنا فقال او مسلما ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم قال یا سعد. میگه من این سخن خود 3 مرتبه تکرار کردم که برای زمین نفر هم از مال صدقه داده شد. میگه آخر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من گفت که ای سعد اینی لأعطی الرجل و غیره احب الی من. میگه من یک شخصی را صدقه را میتونم از این مال زکاته، لکن جانب مقابل کسی دیگه از اون پیش ما چی میباشه؟ محبوب تر میباشه. خشیت، میگه من چرا
این کارا کردم، میگه از ترس ای که الله را ان یکبه الله فی النار، ای که الله را در آتش نندازم. یعنی بعض اوقات یک کسی مستحق صدقه و زکات فرضی نیم باشه، پس من بر از او نمیتم. پس در اینجا ای است که منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت و مسلمان، پس اینجا یعنی در ایمان مؤمنان اعمال قلبی از او منظور بود و در مسلمان چی هست؟ اعمال ظاهری. پس وقتی که ایمان و اسلام در یک جای ذکر میشه گفتیم که فرق داره. و همین قسم در حدیث است، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث از ایمان و اسلام بحث میکنه. وقتی که جبریل علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره ایمان پرسان میکنه که ایمان چیز، باز میگن تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. و وقتی که پرسانش میکنه که مل اسلام، و اسلام چی است، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و محمدا رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. اینال پس در اینجا چی شد؟ فرق شد بین اسلام و بین ایمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.